تصور کن 20 ساله توی زندانی به خاطر جرمی که مرتکب نشدی و کاملا بیگناهی. هر روز روزا رو میشمری تا یکی پیدا بشه و ثابت کنه که تو بیگناهی. حالا بعد 20 سال یه گروهی پیدا شدن که میخوان تو رو از زندان نجات بدن. خیلی شبیه واقعیت نه؟ ولی این داستان کتاب محافظان The Guardians اثر جان گریشامه. بزن بریم. سلام دوستان، اومدم خدمتتون با یک ویدیو جدید راجع به یک رمان جدید. امروز میخوایم بریم سراغ رمان محافظان اثر جان گریشام. این رمان رو یکی از بیننده های کانال ازمون خواسته بودن که راجع بهش صحبت کنیم و بهمون پیشنهاد داده بودن. الان بریم ببینیم که این رمان چی هستش. این رمان توی سال 2019 منتشر شد و همین که منتشر شد توی صدر لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. درسته که جوایز رسمی زیادی دریافت نکرده، ولی منتقدین و خواننده‌ها خیلی ازش استقبال کردن و خیلی نقدهای خوبی راجع به این کتاب شده. این کتابم روی قوه قضاییه و جنایت داره کار میکنه و داستانش خیلی خیلی پرکشش هستش و شما رو از همون اول وارد یک داستان میکنه که هم به طور مکرر اتفاقای جدیدی توش میفته. الان بریم ببینیم این داستان راجع به چیه. این داستان راجع به یک شخصی هستش که وکیل هستش و همچنین کشیش به نام کالن پست که توی یک گروه کوچکی به نام محافظین داره کار میکنه. این گروه درسته که کوچیکه ولی خیلی قدرتمند هستش و از افراد کاربلدی تشکیل شده و وظیفه‌شون اینه که میرن افرادی رو که بیگناه توی زندان‌ها هستن اونها رو پیدا میکنن و پروندهشون رو به دست میگیرن و اونها رو آزاد میکنن. الان این وکیل ما داره روی پرونده یک شخصی به نام کالیت مالوی کار میکنه، شخصی که 20 ساله بیگناه توی زندان هستش و میخوان که حقایق رو آشکار کنن و اینو از زندان آزاد کنن. ولی وقتی پای حقیقت در میاد بعضی موقع افراد قدرتمندی هم هستن که نمیخوان این حقایق بازگو بشه. پس در نتیجه این وکیل ما کم کم وارد دنیای تاریکی میشه که فشارهای روانی روش زیاد میشه و حتی به مرگ تهدید میشه و دیگه جونش هم توی خطر هستش. الان بریم ببینیم که نویسنده این داستانمون کیه. جان گریشام توی سال 1955 توی آمریکا به دنیا میاد و خیلی جالبه که کارشناسیش رو اول توی رشته حسابداری توی دانشگاه میسیسیپی انجام میداده ولی بعد گرایشش رو به حقوق برمیگردونه و دکتراش رو از همون دانشگاه میگیره توی زمینه حقوق و سالها به عنوان وکیل کار میکرده. و چون به عنوان وکیل کار میکرده الان رمان‌هایی که داره مینویسه انقدر به دقت قوه قضاییه و وکلا رو به خوبی به تصویر میکشه که شما کاملا احساس میکنید که اصلا واقعا از یک دیدگاه حرفه‌ای داریم به داستان و به جنایت‌ها و به دادگاه‌ها نگاه میکنید. جان گریشام رمان‌های خیلی موفق زیادی داره که میتونیم به مؤسسه و زمان کشتن اشاره کنیم که بعد این دو رمان که خیلی به فروش رسید جزو نویسنده‌های پرفروش دنیا شد و بعدش هم که نسخه‌ها تا الان 40 تا رمان داره و نسخه‌هاش بالای 300 میلیون دارن به فروش میرسن و خیلی خیلی نویسنده عالی هستش. داستان محافظان فقط یک داستان جنایی و دادگاهی نیستش. داستان محافظان داستانی اینه که نشون میده که امید چجور میتونه انسان رو سرسخت بکنه که جلوی خیلی از ملایمت‌ها مقاومت نشون بده. همچنین اینو نشون میده که گاهی برای برملا کردن حقیقت از طریق قانون باید خود قانونم زیر پا بذاری و یک کمی اینو نشون میده که حتی توی قوه قضاییه و توی عدالت هم ناعدالتی وجود داره و خیلی از انسان‌ها هستن که بیگناه توی زندان هستن. جان گریشام خودش میگه که من وقتی این رمان رو مینوشتم از خیلی از پرونده‌های واقعی الهام گرفتم و اونها رو با تخیلات خودم میکس کردم و خواستم نشون بدم که توی آمریکا و توی سراسر دنیا انسان‌هایی هستن که بدون انجام هیچ جرمی و کاملا بیگناه توی زندان‌ها هستن. اگه به رمان‌های جنایی و قضایی علاقه دارین حتما این رمان رو بهتون پیشنهاد میکنم. همونجور که گفتم اصلا این نویسنده یک رمان خیلی خیلی جذاب پر از اتفاقهای جدید رو بهتون ارائه کرده و مطمئنم که از خوندنش سیر نمیشین و رمان رو حتی یک لحظه هم زمین نمیذارین. اگر این رمان رو دیدین بیاین این برای من کامنت بذارین که آیا خوشتون اومده یا نه. این ویدیو رو با دوستانتونم شیر کنین، لایک و سابسکرایب حتما بکنین و یادتون نره
و اگر شما هم رمان پیشنهادی دارین حتما این زیر برای من کامنت بذارین تا رمان بعدی شما باشه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی و تا رمان دیگه، خدا نگهدار.